من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه بنی اسرائیل هست یا سوره اسراء. وجه تسمیه به اسراء همین که واقعه اسراء به شب سفر کردن از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی، این را میگن اسراء. از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی. و بنی اسرائیل به این خاطر که بحث بنی اسرائیل و قضیه بنی اسرائیل در این سوره بیان شده. و قضینا الی بنی اسرائیل. این سوره آغاز شد. ابتداءً مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته سوره النحل. در سوره نحل خواندیم که در پاسخ مشرکان، در جواب مشرکان که آنان گفتند چرا عذاب با تأخیر میاد، چرا عذاب نمی آید، مشرکان هم عناداً هم استهزاءً عذاب میخواستند. اونجا خواندیم که 7 سال بر اونها عذاب آمد، 7 سال قحط آمد که ذکر است النحل بود. اما بعد از قحط الله تعالی باز هم عذاب را دفع کرد، به اونها فرصت داد تا از فرصت استفاده کنند و رجوع کنند. اما آنان خواهان معجزه بودند، خواهان آیه بودند. معجزه خصوصی. حال در سوره بنی اسرائیل میخوانیم که این اون معجزه‌ای هست که شما میخواهید و الان دیگه بهانه‌ای ندارید ایمان بیاورید. چون بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعا فرمودند، ادعای سفر معراج،
و سفر اسراء مشرکین مکه بعضی از نشانات را خواستند. در حدیث شریف می آید اطلاعاتی که اونها داشتند درباره مسجد الاقصی در اون باره از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سوال کردند. رسول الله پریشان شد ابتداءً، چون که آن حضرت وقتی که رفته بود دقت نکرده بود که مسجد الاقصی درهایش چطور هست، چند تا در هست و به چه صورت هست. علی ای حال اینها وقتی که سوال کردند الله تعالی در جلوی چشم آن حضرت صلی الله علیه وسلم مسجد الاقصی را قرار داد که با مشرکین نشسته مسجد الاقصی را می دید. هرچی اونها می پرسیدند آن حضرت دقیق جواب می داد، درست جواب می داد. این شد همون آیه مقترحه و چیزی که اونها می خواستند. علی ای حال این سوره، در آغاز این سوره واقعه معراج ذکر شده. درباره تاریخ معراج همه اتفاق نظر دارن که معراج در مکه مکرمه اتفاق افتاد، اما چه سالهایی بعضی میگویند که متصلا بعد از اینکه خدیجه رضی الله عنها وفات کرد، دار فانی را ودا گفت، معراج در همون سال اتفاق افتاد و این اتفاق 3 سال قبل از هجرت بود، یعنی سال 10 بعثت. بعضی گفتند معراج 1 سال قبل از هجرت بود. معراج سفر و سیری بود، مقدمه هجرت بود، لذا اول معراج اتفاق افتاد و بعداً هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف مدینه منوره. علی ای حال در سفر معراج 1 سال یا 3 سال قبل از هجرت شد و خلاصه واقعه معراج این هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در خانه ام هانی بود. آنجا آن حضرت صلی الله علیه و سلم سر مبارک خودش را گذاشته بود تا اینکه جبرائیل امین آمد و پیغمبر را از خانه ام هانی از اونجا به طرف مسجد الاقصی برد. در روایت دیگه هست که پیغمبر را از حجر اسماعیل برد، از حطیم. خب بعضی ها اینطور تطبیق بیان کردن که از خانه ام هانی به حطیم آمد و آغاز سفر از حطیم و از حجر اسماعیل شروع شد. و اگر خانه ام هانی بود خب اینجا اعتراض میشه که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، از مسجد الحرام برد، اونجا خانه ام هانی بود. درسته، بعضی جواب میدن درست خانه ام هانی بود، مسجد الحرام نبود، اما امروز اون جزء مسجد الحرام است. الله عزوجل، اینم یکی از معجزات است. الله تعالی عالم بما کان و بما یکون هست. در آینده مسجد الحرام حد و مرزش تا کجا هست خدا میداند، اون جزء مسجد الحرام هست، لذا از مسجد الحرام برد. و بعضی دیگه همون توجیه را که عرض کردم که میگن نه، از مسجد الحرام ابتدا و آغاز شد، از خانه ام هانی به مسجد الحرام تشریف آوردند و از اینجا به آسمان ها. اما سفر معراج چه سفری بود؟ معراج میگویند چون که در حدیث آمده عرج بی، من بالا برده شدم،
معراج میگه نردبان را، چون که آله چی هست؟ آله بالا رفتن است، وسیله به بالا رفتن است. پس در واقع این سفر یک نردبانی بود، یک معراجی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شبه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از آنجا به آسمان ها برده بشه. و این سفر به اتفاق مفسرین ما، علما و محققین ما، این سفر جسمانی بود، جسم مع الروح بود یا روح مع الجسد بود، سفر روحانی نبود، سیر روحانی نبود. بعضی گرچه میگن سیر روحانی بود به خاطر اینکه امروز تکذیب نشوند، چون بعضی ها غیر دین هستن میگن چطور امکان داره و اونها با امکانات ظاهری میسنجند، لذا بعضی مسلمانان که متأثرند میگه این سفر روحانی بود یا سفری بود که در خواب بود. وقتی که در خواب باشد، روحانی باشد، چگونه میتواند معجزه‌ای برای رسول الله باشد؟ العیاذ بالله من و شما هم میتونیم تو خواب ببینیم، امکان داره برای ما در خواب ببینیم که رفتیم، کجا رفتیم؟ بهشت رفتیم. خیلی مردم هستند بهشت را خواب میبینند، رفتند آسمان ها، رفتند عرش، رفتند و سدرة المنتهی رفتند به خواب. این برای غیر پیغمبر هم ممکن است. پس معجزه بودنش در صورتی هست که ما قائل باشیم که این سفر چی بود؟ روح مع الجسد. و خدمت شما عرض کنم که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برده شدن، در احادیث مفصل هست که در هر آسمانی با پیغمبری و پیغمبران روبرو شدن، استقبال شد از رسول الله، مرحبا و خوش آمدگویی شد، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم به آسمان هفتم رفتند. از آسمان هفتم جهنم را هم بررسی کردن، بازدید کردن، بهشت را هم بازدید کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد مختلفی را که در عذاب گرفتار بودند در جهنم دیدن، در حدیث تفصیلش موجود هست. بهشت هم رفتن، سدرة المنتهی هم رفتن، با رب خودشون هم کلام هم شدن. همه این سیر را آن حضرت صلی الله علیه وسلم داشتند و از اونجا برگشتند به مسجد الاقصی و از اونجا براق را، چون که با براق رفتند، باز برگشتن به طرف مسجد الحرام. امامت انبیا هم کردند. چه نمازی بود؟ بعضی میگویند که نماز صبح بود، یعنی وقت برگشتن به مسجد الاقصی صبح نماز دادند. و یک نکته خدمت شما عرض کنم، نکته جالبی در بعضی تفاسیر نوشتند، اون این هست که وقتی که ابو سفیان در دربار هرقل بود و از ابو سفیان درباره پیغمبر میپرسید، ابو سفیان میگفت که بعداً میگفت که من وقتی که میخواستم درباره پیغمبر صحبت بکنم، هر چی که از من میپرسید من جواب میدادم، او تایید میکرد که انبیاء خدا این چنین هستند. مثلا گفتم که اونهایی که از او تبعیت میکنند قشر پایین جامعه هستند، قشر پایین قوم هستند و از این قبیل صحبت ها. میگه من نتونستم که خلاف بگم، دروغ بگم، به خاطر اینکه جایگاه خودم سرداری بود، فردا خودش تکذیب نشه و خودش دروغگو نشه، به این چیزها پایبند بود. لذا هر کاری کردم دیدم که هیچ دستاویزی نیست برای انکار اینها. آخر به ذهنم آمد، گفتم که یک نکته ای را که بگم حتما اینها تکذیب میکنند. او همین جریان معراج بود. ابو سفیان میگه من به
هرقل گفتم این پیامبری که آمده و مدعی پیامبری هست ادعای بسیار بزرگی هم میکند. گفت چه ادعایی میکند؟ گفت که این میگه من یک شبه از مکه آمدم اینجا عرض کنم که مسجد الاقصی آمده، بیت المقدس آمده، مسجد الاقصی آمده و از اینجا رفته به آسمان ها. گفتم دیگه اینو بگم همه تکذیب میکنن. میگه که اسقف بزرگ اونجا کلیسای مسجد الاقصی گفت که من اون شب را گواهی میدهم، اون شب را تایید میکنم. کی بود؟ تاریخ را وقتی که پرسید گفت که نزدیک همون تاریخی که شما میگید، در همون تاریخ یک شبی بعد از این که ما عبادت کردیم و میخواستیم که درها را ببندیم، خادم ها آمدن، هر یکی درهای مخصوصی بود، وظیفه داشتن، این در بزرگ را هر کاری کردیم بسته نشد. تمام خادمان مسجد الاقصی آمدند و هر چی زور زدند این در گویی که ته زمین رفته بود و این در اصلا تکان نمیخورد. آخر ما به این نتیجه رسیدیم که این در نشست کرده و در باید فردا که روز بشه این در باید بیاند نجارها درست کنن، اصلاحش کنن. لذا به اونها گفتم که به همین حال رهایش کنید. رهایش کردیم، رفتیم. صبح وقتی که آمدیم دیدیم که اثرات گویا حیوانی هست، اما اثرات براق بود که اینجا به سنگی بسته شده بود در همون ایوان مسجد الاقصی. و بعد از اینکه صبح ما نماز خواندیم یا صبح عبادت خودمون را به جا آوردیم، در را وقتی نگاه کردیم در هیچ عیبی نداشت، بستیم دیدیم راحت بسته میشه. من همون شب به خادم های مسجد الاقصی گفتم که دیشب اینجا اتفاقی افتاده، حتما یکی از انبیاء خدا و یکی از خاصان خدا اینجا آمده که ما نتونستیم در را ببندیم. الان که تو تعریف میکنی واقعا درست است، این حرفش هم حرف خلافی نیست. ابو سفیان میگه من دیگه چیزی نداشتم، ساکت شدم. علی ای حال تایید جریان معراج از زبان اون عرض کنم که راهب کلیسا یا دین مسیحیت هم در حضور هرقل شد. اینجا الله عزوجل ذکر می فرماید بعد از اینکه این معجزه را الله بهش داد، به رسول خودش داد، می فرماید سبحان الذي اسرا بعبده. اولا من در رابطه با اینکه سفر معراج جسمانی و روحانی بود عرض کردم، اما یکی دوتا از عبارتهای سلف چون در این رابطه اختلاف است، ذهب معظم السلف والمسلمین، بیشتر سلف و بیشتر مسلمانان به این سمت و سو رفتند الی انه کان اسراء بالجسد و فی الیقظه. واقعه اسراء با جسد بود و در حال بیداری بود، در حال خواب نبود. قرطبی جامع البیان هم میگه والاصح ان الاسراء فی الیقظه بعد البعثه مره واحده، در یقظه بود بعد از عرض کنم بعثت رسول الله بود. البته در همین سوره هست که و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، درباره همین سفر معراج است، ما قرار ندادیم رؤیایی که به شما نشان دادیم. از اون کلمه رؤیا بعضی از مفسران میگن در خواب بوده، از ابن عباس هم چنین چیزی منقول است. اما بزرگان ما پاسخ دادن دو جواب. یک جواب اینه که سفر معراج ابتداءً در خواب رسول الله آمد، این به عنوان مقدمه بود. گاهی شما خواب میبینید که رفتید بیت الله، بعد از خواب خداوند نصیبتون هم میکنه، این دیگه اون خواب مقدمه سفرتون بود.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابتداء در خواب دیدند و بعدا در بیداری خدای عزوجل ایشون را برد. این یک پاسخ، یک جواب. جواب دوم اینه که رؤیا یه چیز رویایی، یه چیز عجیب. مثلا شما میری جای یک صحنه بسیار زیبا را میبینی، یک منظره بسیار قشنگ را میبینی، میگه که رویایی هست. بعدا میای میگه یک رویا بود این سفر برای من. یعنی اصلا در بیداری از این نوع سفرها نمیشه، مثل سفرهای خواب بود، سفرهای رویایی بود. پس رؤیا از این جهت به سفر معراج گفته شده در قرآن، نه اینکه در خواب پیغمبر رفتند، بلکه اون میماند مثل یک سفر رویایی. والله اعلم. الله می فرماید سبحان الذی اسرا بعبده، پاک است آن ذاتی که اسرا بعبده، به وقت شب برد بنده خودش را. ببینید اینجا معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده و در این معجزه شرفی هست برای پیغمبر محبوب خدا. اما ببینید در زمان شرف، در وقت معجزه، خداوند چه صفتی برای پیغمبر خدا بیان میکنه؟ بعبده. چی؟ بعبده. خدا عبدش را برد. این شاید یکی از حکمت ها این باشه که وقتی که این معجزه ظاهر شد، کسی فکر کنه که این پیغمبر به چه جایگاهی رسید، به چه مرتبه‌ای رسید که یک شبه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از اونجا به آسمان ها سیر کرد و همه جا را دید و همون شب برگشت. پس این جایگاه ملک هست، فرشته هست، جایگاه خدایی هست. چه جایگاهی هست؟ الله اشاره میکنه با وجود این مقام و عزت، با وجود این معجزه که خدا بهش داد، باز هم به عبده، عبد خداست، بنده خداست، از عبدیت خارج نشد. این در واقع اشاره ای هست که اگر خدای عزوجل به بنده از بندگانش کرامت میبخشد، این به این معنا نیست که اون بنده دیگه از بندگی خارج شده و به جایگاه الوهیت العیاذ بالله رسیده. نه، اسرا بعبده، بنده اش را برد لیلا من المسجد الحرام، به وقت شب از مسجد حرام الى المسجد الاقصى، بسوی اون مسجد اقصا الذي بارکنا حوله، آن مسجد الاقصی که ما برکات دادیم اطرافش، برکات دینی و دنیوی. برکات دینی این که همه انبیا از اونجا بودند، از اون منطقه بودند، محبت انبیا و محل بعثت انبیا هست. برکات دنیوی دیگه شام بود. شام عرض کردم عروس خاورمیانه هست، از نظر زیبایی، از نظر سرسبزی، از نظر میوه. بردیم این بنده خودمون را به اون سرزمین، به اون مسجدی که برکت انداختیم اطرافش، لنوریه من آیاتنا، این حکمت اسراء است، تا که به اون نشان بدهیم بعضی از آیات ما را. عاقبت این شد که خدا به اون نشان داد، انه هو السمیع البصیر، همانا الله اون ذاتی هست که سمیع هست، همه چیز را شنواست و همه چیز را بیناست، میبیند. لذا الله تعالی عکس العمل شما را هم میبیند. مشرکان عکس العمل منفی نشان دادند، همه مسخره کردند. حتی یکی دوان پیش ابوبکر صدیق رفت، میگن امیه بود، بعضی دیگران را نام بردن، که شنیدی صاحب شما چی گفته؟ ابوبکر خبر نداشت، از بیرون می آمد. چی گفته؟
میگه من یک شبه از فلان جا تا فلان جا رفتم، از اونجا تا اونجا رفتم، همه اینها در یک شب انجام گرفت. بازم تاییدش میکنی؟ بازم قبولش داری؟ ابوبکر صدیق فرمود اگر او گفته او راست میگه، اون بغیر از راستی چیزی دیگه نمیگه. لذا الله اقوال را شنواست، احوال را بیناست. و آتینا موسی الکتاب، در اینجا دلیل نقلی هست از موسی علیه السلام. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، ما به موسی علیه السلام کتاب دادیم، یعنی تورات دادیم، و تورات را هدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم با این مضمون که الا تتخذوا من دونی وکیلا. این مطلب را در تورات اعلام کردیم که نگیرید بغیر از من الله هیچ کسی را کارسازتان. کسی که کارساز شما باشد بغیر از من خدا نیست. در تورات در کتاب موسی این مطلب نوشته شد. بس ببینید این دلیل نقلی از کتاب موسی شد. ذریت من حملنا مع نوح، این ذریت ندا هست با حذف حرف ندا، یعنی یا ذریت من حملنا مع نوح، ای اولاد آن کسانی که ما حمل کردیم آنها را با نوح، یعنی در کشتی نوح سوار بودند و نجات یافتند، شما اولاد همانها هستید. ببینید اینجا خدای تعالی ما را به چه خطابی خطاب کرده؟ اون پدرانی را ذکر می کند که اون پدران متعلق به انسانیت هستند و اونها در طوفانی سهمگین، در طوفان جهانی نجات یافتند. خداوند ما را نسبت داده به سوی اونها و اون واقعه را اشاره کرده که ما اندکی به اون واقعه فکر بکنیم، که خلاصه این میشه که آنانی که شرک کردند به عذاب گرفتار شدند، آنانی که توحید را پذیرفتند، آبای شما هستند انسانهای فعلی، آنها نجات یافتند. لذا اولا این تلنگر هست، این تذکر هست. دوما بیان احسان بر شما هست که ببینید پدران شما چون موحد بودن نجات یافتن، اگر اونا نجات نمی یافتن شما امروز نبودید. بقیه که هلاک شدن نسل اونها باقی نمان. پس ای اولاد کسانی که ما حمل کردیم با نوح، انه کان عبدا شکورا، همانا نوح بنده قدردان الله بود، شکرگزار الله بود. لذا شما هم بدانید چرا نجات یافتید. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، نمونه تخویف دنیوی الله بیان می فرماید. الله می فرماید ما حکم کردیم به سوی بنی اسرائیل در کتاب، منظور در تورات هست یا در صحف موسی. به بنی اسرائیل گفتیم، اعلام کردیم لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا، شما فساد میکنید در زمین، در زمین شام مراد است، 2 مرتبه، ولتعلن علوا کبیرا، و 2 مرتبه دیگه شما پیشرفت میکنید تعالی بزرگ. ببینید این 2 مرتبه که خدا میفرماید 2 مرتبه برای شما ذلت و خواری و عذاب هست، لتفسدن فی الارض، 2 مرتبه برای شما عزت و سربلندی است، ولا تعلن. مرتبه اول و مرتبه دوم کی هست؟ مصداقش چیه؟ کدوم تاریخ بوده؟ اون چه که مفسرین نوشتند عرض میکنم.
اما فاذا جاء وعد اولاهما، مرتبه اول کدوم مرتبه هست؟ وقتی که وعده اولشان آمد، اون مرتبه از اولا از آن دوتا برای شما آمد. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما فرستادیم بر شما بندگان را، بندگان ما که دارای جنگ شدید بودند. منظور از بندگان بخت نصر هست، پادشاه بخت نصر که پادشاه مجوس بود. اونها را فرستادیم. فجاسوا خلال الدیار، آنان وارد شدن در وسط شهرها. و کان وعدا مفعولا، این وعده شدنی. ببین قرآن نگفته پادشاه بخت نصر بود، مفسرین گفتند. مفسرین در صدد این برآمدن که این دو مرتبه دوبار که خدای عزوجل می فرماید شما به عذاب و ذلت گرفتار شدید، و دو بار دیگه اون بارهایی هست که خدا به شما عزت داد، این 4 بار کدوم صورت هستند؟ چون که وقتی که تاریخ را بررسی میکنیم، اتفاقاتی که بر بنی اسرائیل آمد و اینها توسط ملوک و پادشاهان تارومار شدند و خوار و ذلیل شدند، 8 مرتبه به صورت اعلان در تاریخ ذکر شده. 8 مرتبه سختترین روزها برای اینها بود در قرنهای مختلف، در زمانهای مختلف. اما از این 8 را بعضی از مفسران 2 تاشون را انتخاب کردن، بعضی از محققان، که این 2 بار نسبت به بارهای دیگه بیشترین یورش بر بنی اسرائیل بود و بیشترین ذلت و خواری و کشته شده ها را در همین 2 بار دادند. بار اول همین که بنده عرض کردم بخت نصر مسلط شد. بخت نصری که از شاهان مجوس بود، از ایران بود، حمله کرد به بیت المقدس و طبق روایت 40,000 نفر را کشت از یهودی ها و طبق روایت دیگر 70,000 نفر یهودی را کشت و بعد بیت المقدس را تصرف کرد و بیت المقدس را خراب کرد. این وعده اول، این در زمان موسی علیه السلام یا شریعت موسوی بود. اما بعداً الله عزوجل در زمان داوود نبی، داوود پیامبر، مجدداً عزت و ملک و سلطنت را به بنی اسرائیل داد. بعد از مدتها که اینها سرگردان بودند، آخر برای جهاد اعلام آمادگی کردند تا اینکه شکست دادن عمالقه را و قوم بخت نصر را. ببینید این 2 بار را. اول الله می فرماید فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی که وعده اولی از آن 2 می رسد، بعثنا علیکم عبادا لنا، ما فرستادیم بر شما بندگان ما را که اولی بأس شدید، دارای جنگ شدید بودند. فجاسوا خلال الدیار، در وسط شهرها آمدن. و کان وعدا مفعولا، این وعده شدنی بود. ثم رددنا لكم الكرة علیهم، سپس ما برگرداندیم برای شما نوبت را بر آنان. الکر نوبت، علیهم بر آنان، یعنی نوبت شما شد که شما بر اونها مسلط باشید. بنویسید در زمان داود علیه السلام. و امددناکم باموال و بنین، ما امداد کردیم، یاری رساندیم شما را با مال و با اولاد. و جعلناکم اکثر نفیرا، ما قرار دادیم شما را اکثر از نظر جمعیت. لذا خداوند شما را این بار عزت داد و شما حاکم شدید. در میان الله تعالی این مطلب را بیان میکنه که هر کسی اگر راه خوب بگیره، خوبی به خودش برمیگرده. هر کسی راه بد بگیره، بدی هم به خودش برمیگرده. الله می فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
اگر شما احسان کنید، احسان به معنی نیکی هم میاد، به معنی اخلاص هم میاد. ان تعبد الله کانک تراه. احسنتم لانفسکم، این احسان برای خودتان است، به نفع خودتان است. و ان اسأتم فلها، اگر بد کنید هم برای همون نفس است، این بدی به اون میگردد. فاذا جاء وعد الاخره، وعده دوم بنی اسرائیل را فرمود که لتفسدن فی الارض مرتين. یکی در همون زمان بخت نصر بود که اینها کتاب خدا را، تورات را پشت سر گذاشتند، خدا اون عمالقه را، اون بخت نصر را بر اونها مسلط کرد. وعده دوم بیشتر درباره وعده دوم اختلاف است، اما بسیاری از محققین من جمله شیخ حسین علی رحمه الله معتقد است این زمانی هست که اونها شریعت عیسوی را ناسپاسی کردند. اولی شریعت موسوی، دومی شریعت عیسوی، دین عیسی علیه السلام را اینا چیکار کردند؟ ناسپاسی کردند. زکریا و یحیی علیهم السلام را شهید کردند و خیلی فساد کردند، بر علیه عیسی قیام کردند، تا اینکه الله تعالی عیسی را که به آسمان ها رفع کرد. بعد از اون الله تعالی شاه بابل را که معروف بود به شاه فردوس، شاه بابل هست یا بابل، بر اینها مسلط کرد، مثل بخت نصر تصرف کرد. مسجد الاقصی را، بیت المقدس را، هزاران هزار از اینها دوباره کشت. لذا الله تعالی این نوبت دوم بیان می فرماید که شما قومی دیگر بر شما مسلط کردم. بله، فاذا جاء وعد الاخره، وقتی که وعده دوم آمد. اینجا مقدر است بعثنا عبادا لنا، ما بندگان خودمون را چی کردیم؟ مبعوث کردیم، بلند کردیم. لیسوء وجوهکم، تا چهره شما را بد کنند، یعنی بر شما ظلم کنند، شما را شکنجه بدند. ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره، تا اینکه داخل مسجد بشن همانطور که بار اول داخل شدند. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، تا اینکه تباه کنند بر هر چی که مسلط شدند تباه کردنی. لذا ای بنی اسرائیل، ما دوبار به شما عذاب دادیم، عذاب سخت، و دوبار هم بر شما برگشتیم، بازگشت و رجوع کردیم. لذا از این به بعد به خود شما بستگی دار. ان احسنتم احسنتم لها عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. امید هست رب بر شما رحم کند، بنویسید به صورت اتباع شریعت محمدیه، یعنی از شریعت رسول الله اتباع کنید، خدا بر شما رحم می کند. اما اگر بازم شما به سوی کفر و ناسپاسی رفتید، ما هم به عذاب شما می رسیم. و ان عدتم عدنا، اگر شما برگشتید ما هم بر می گردیم، اگر شما دوباره انجام دادید ما هم دوباره شما را عذاب میدیم. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما جهنم را برای کافران حصیر قرار دادیم، یعنی حصر است، بند است. ببینید و ان عدتم عدنا هم محقق شد. بنی اسرائیل الان در زمان رسول الله را انکار کردند، رسول الله را تکذیب کردند، بر علیه رسول الله هر جا صحبت می کردند، استدلال قائم می کردند. خدا هم دوباره همونطور که وعده داده بود عدنا، خدا هم رجوع کرد. بنی اسرائیل شما مطالعه بکنید قبایلشان را، بنو قینقاع اول بود، بنو نذیر، بنو قریظه، اینها از مدینه چطور تارومار شدند، چطور به عذاب و گرفت خدا گرفتار شدند، چطور باغات خودشون را خودشون آتش میدیدن که اینها میمونه برای مسلمانان، همه قلعه ها و کاخها را چطور به جا گذاشتند. لذا همین دیگه، عذاب کدومه؟
و این عدتم عدنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، جهنم حصر است و محصور است برای کافران. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. حال فضیلت قرآن، هم فضیلت قرآن هم اشاره به معجزه دوم. ببین معراج که شما خوانده معجزه بزرگی هست، اما بزرگتر از اون معجزه قرآن. الله می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همانا این قرآن راهنمایی می کند به اون طریقی که اقوم راستر هست. راه راست را می خواهید از قرآن بگیرید. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و مژده می دهد مؤمنان را، آنانی که عمل صالح انجام دادند، ان لهم اجرا کبیرا، این که برایشان اجر کبیر است. اجر کبیر چیه؟ و هو الجنه و ما فیها من النعم. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة، آنانی که ایمان به آخرت ندارند، اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برایشان عذاب دردناک آماده کردیم. اینجا خدای عزوجل عناد قوم رسول الله را بیان می فرماید. و یدعو الانسان، گرچه طبعا همه انسان ها این جور هستند، اما واقعه خاص اشاره دارد که ما نباید حصرش بکنیم در اون واقعه خاص، بگیم آیه عمومی هست. الله می فرما و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر، انسان شر می خواهد، دعاءه ای کدعائه، مثل دعایش که خیر می خواهد. چطور همه انسان ها خوبی می خواهند، خیر می خواهند، عافیت می خواهند، سلامتی و تندرستی می خواهند، بعضی از انسان ها هستند که شر برای شر همینطور عجله دارند. این انسان که اشاره به نضر ابن حارس است که از خدا عذاب خواست، ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. ناظر و کسانی که مثل ناظر بودن، این انسان چقدر ناسپاس است. یا بقیه مشرکین که به پیغمبر میگفتن زودتر عذاب بیار. پس انسان میخواهد شر را مثل خواستنش خیر را. و کان الانسان عجولا، انسان طبعا عجول است، شتابگر است. چرا عجله میکند؟ چرا فکر نمیکند؟ به همه ابعاد نمیاندیشد. وجعلنا اللیل و النهار، اول ما یک دلیل عقلی خواندیم، این دومین دلیل عقلی هست. دومین دلیل عقلی، الله از لیل و نهار که دو تا نعمت حسی هستند، هر شب و هر روز ما با اینها مواجه هستیم. الله می فرماید وجعلنا اللیل و النهار آیتین، ما قرار دادیم شب را و روز را دو آیه. فمحونا آیت اللیل، آیه شب را محو کردیم، به این معنی که در شب هیچی پیدا نمیشه، هیچی قابل رؤیت نیست. وجعلنا آیت النهار مبصره، و علامت روز را مبصر قرار دادیم. مبصر یعنی سبب بینایی، سبب بصارت، که همه جا را میبینید. چرا؟ همه جا را روشن قرار داده. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکه فضل پروردگار را بطلبید. فضل پروردگار مال حلال از طریق تجارت است. ولتعلموا عدد السنین والحساب، تاکه تعداد سالها و حساب را بدانید. شب و روز برای همین است، انسان حساب را بداند، کتاب را بداند. و کل شیء فصلناه تفصیل، جامعیت قرآن، همه چیز را ما مفصل تفصیل بیان کردیم، تفصیل وار بیان کردیم در قرآن. همه چیز منظور آن چیزهایی که ما نیازمندیم، چیزهایی از عقاید ما، از افکار ما، از اخلاق ما، از عبادات و عادات ما، اونها را الله در قرآن بیان فرموده.
و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این تخویف اخروی هست. الله می فرماید هر انسانی را ما لازم قرار دادیم پرنده اش را در گردنش. طائر اینجا به معنای پرنده است لفظا، اما به معنای از نظر مراد و مفهوم اعمال نامه هست. چی هست؟ اعمال نامه. هر انسانی نامه اعمالش در گردنش هست، آویزان هست. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. الله می فرماید که ما بیرون می کنیم برای اون انسان، نشان می دهیم در روز قیامت کتابا یلقاه منشورا، مکتوبی که او را می یابد منشورا باز شده، گشوده شده. اقرأ کتابک، ای انسان، از طرف الله گفته میشه ای انسان نامه اعمالت را بخوان. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نفس خودت امروز کافی هست از نظر حسابگر. خودت حساب بگیر چیکار کردی. من اهتدى فانما یهتدی لنفسه. الله می فرماید هر کسی که هدایت بشه فانما یهتدی لنفسه، این هدایتش به نفع خودش است. این بیان سنت الله هست. هر کسی را که خدا هدایت کند به نفع خودش است. و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی که گمراه بشه جز این نیست که گمراهی میشه بر علیه خودش. ولا تزر وازرة وزر اخرى، حمل نمی کند حمل بار گناه هیچ حمالی، هیچ حمل کننده ای وزر اخرى، گناه دیگری را. یعنی در روز قیامت هر کس گناه خودش را. اینطور نیست که بگیم بعضی ها گناهشون به گردن بعضی دیگر. امکان داره بعضی دیگه به خاطر گمراه کردن انسان ها بیشتر شکنجه ببینن، اما گناه دیگران به دوش اونها نمی افتد. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اما الله می فرماید ما عذاب نمی دهیم حتی که پیامبر بفرستیم. خدا عذاب نمیده حتی که پیامبر بفرسته. خوب دقت کنید، نکته مهمی هست. عذاب هم در دنیا هست هم در آخرت است. کسانی که هیچ دعوتی به اونها نرسد، نه دعوت پیامبران نه دعوت دعوتگران جانشینان پیامبران، اینها در دنیا عملی انجام ندهند، ایمانی هم به خدا که بلد نباشند نیاورند و باز کفر و شرک هم نکنند. خب خیلی ها هستن میگه ما نمیدونستیم. خب از کجا میدونستی شرک کردی؟ پس این افراد به عذاب الهی گرفتار نمیشوند. اینها تکلیفشون را الله بهتر میداند. اما آیه میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. رسول را برای چی میفرستیم؟ لاقامت الحجت و قطعا للعذر، تاکه حجت تکمیل بشه، عذرشون قطع بشه. پس و فیه دلیل علی ان ما وجب انما وجب بالسمع لا بالعقل. از اینجا معلوم میشه که اون چیزی که بر ما انسان ها واجب است با سمع نه با عقل. خازن گفته، معالم التنزیل گفته. مطلب اینه که اگر انسان هیچ دعوتی بهش نرسد، تنها با عقل خودش امکان داره خدا را پیدا بکنه. همین که به زمین و آسمان ها نگاه بکنه بگه حتما اینها آفریننده ای دارد، همین اندازه عقل که حکم بکند برای ایمان کافی هست. بقیه اعمال را که انسان انجام ندهد، چون که اعمال بهش نرسیده، به سمعش نرسیده، اطلاع نداشته، پس عذاب خدا این قانونش هست. اما اونهایی که شنیدند، برای خودشون پیغمبر نیامده ولی شنیدن ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، تحقیق نمی کند این انسان مثل این نیست، اون گرفتار میشه. لذا الله می فرماید که
و اذا اردنا ان نهلك قریتا امرنا مترفیها. این آیه چند تا تفسیر داره. هرگاه این تخویف دنیوی هم است، هرگاه ما بخواهیم هلاک بکنیم قریه را، امرنا مترفیها. چند تا قرائت هم داره، یکی امرنا، یکی آمرنا، یکی امرنا. سه تا. ببینیم معنای متبادر که اکثر مفسرین گرفتند همین معنی هست که ما هر وقتی که قریه ای را بخوایم هلاک بکنیم دستور میدیم مترفین آنجا را. به چی دستور میدیم؟ به اطاعت خدا. مترفین یعنی انسانهای خوشگذران، انسانهایی که در عیش و طرفند، انسانهایی که فقط خوردنوش را میدانند. به اونها دستور میدیم که شما از انبیاء اطاعت کنید. دستور میدیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اما آنان چیکار میکنن؟ ففسقوا فیها. آنان چه کردند؟ فسق کردند، کفر کردند. فحق علیها القول. قول منظور عذاب است. عذاب بر اونها ثابت شد. فدمرناها تدمیرا. ما آنها را نابود کردیم نابود کردنی. پس امرنا مترفیها به این معنی که ما مترفین را گفتیم، انسانهای خوشگذران را گفتیم شما چیکار بکنید؟ شما اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنید. آنها تمرد کردند. دو تا قرائت دیگه که دو تا تفسیر دیگه هست هم بسیار جالب هستند. یکی آمرنا مترفیها. آمرنا یعنی اکثرنا. منظور اینه که وقتی که ما بخوایم قریه را هلاک بکنیم انسانهای خوشگذران زیاد میشند. آمرنا یعنی اکثرنا. ما زیاد میکنیم مترفین را. همه مردم در رفاه، همه مردم در طرف، همه مردم در خوشگذرانی و همه غافل، همه از خدا دور. گاهی یک جامعه هست که انسانهایی که وضعشون خوبه محدودند. اکثر جامعه قشر ضعیف، مستضعف. خب در این جامعه گناه کمتر میشه، بیشتر خوشگذرانی و طرف، مال و منال زیاد انسان را گمراه میکند. پس یکی از علائم عذاب این است که انسانهای عیاش زیاد میشن تو جامعه، چون پول زیاد است، اقتصاد زیاد است. لذا هر کوچه نگاه میکنی، هر خانه نگاه میکنی، عیاشی، فساد، شراب، بقیه مشکلات. پس این معنای دوم شد. معنای سوم امرنا مترفیها این است که امیر قرار میدیم مترفین را، انسانهای خوشگذران را. یعنی هرگاه ما بخواهیم قریه را هلاک بکنیم در رأس کسانی حکومت میکنند که حاکمان خوشگذران و عیاش هستند. این علامت عذابه. حاکمانی هستند که شب و روز دنبال عرض کنم که سرگرمی و لهو و لعب خودشان هستند، بلا نسبت زنبازی های خودشان و دیگه لهو و لعب ها. پس معمولا اینها را امیر قرار می دهیم، اینها در رأس قرار می گیرند. کسی که حاکمه به جای رسیدگی به مردم شب و روز خوش می گذراند. ففسقوا فیها، در آن فسق می کنند، در آن خدا را نافرمانی می کنند. فحق علیها القول، قول بر آنان ثابت میشه. فدمرناهم دمرناها تدمیرا، ما نابود میکنیم آنها را نابود کردنی. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، نمونه مترفین. چقدر انسانها را از قرون گذشته
ما هلاک کردیم بعد از نوح. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. الله کافی است از نظر گناه بندگانش که هم خبیر است و هم بصیر است. از گناهان بندگان الله خبر دارد و بینا است. لذا انسان هایی که بعد از نوح هلاک کردیم اینها باید برای شما عبرت باشند. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء. این تخویف اخروی هم هست و هم جواب سوال مقدره. تخویف اخروی که الله می فرماید که کسی آخرت بخواد فقط آخرت دنیایی نداره، کسی در دنیا و آخرت بخواد الله بهش میده. اما کسی دنیا بخواد، کسی دنیا بخواد فقط همون دنیا را خدا بهش میده، آخرتی برایش نیست. اما کسی آخرت بخواد و برای آخرت تلاش کند، کوشش کند، الله کوششش را مورد قدردانی قرار میده، هم در دنیا بهش میده هم در آخرت بهش میده. پس این هم تخویف اخروی است هم جواب سوال مقدره. سوال اینجاست که خب وقتی که اینها که خوب نیستن، بد هستن، چرا خدا بهشون اینقدر مال داده، اینقدر متاع داده؟ الله میفرماید اینها دنیا خواستن، اینها نقدی خواستن، اینها عاجله خواستن. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء. هر کسی که اراده عاجله بکند، هر کسی که بخواد در همین دنیا، عجلنا له فیها ما نشاء، ما عجله میکنیم، یعنی نقد بهش میدیم در این دنیا آنچه که میخواهد یا آنچه که ما میخواهیم، به اندازه که ما میخواهیم میدهیم. لمن نرید، برای کسی که ما بخواهیم اراده کنیم. اما ثم جعلنا له جهنم، سپس برای این انسان قرار میدهیم جهنم را، یصلاها مذموما مدحورا، داخل می شود در آن جهنم مذموما یعنی نکوهش شده، مذمت شده، مدحورا، مدحور یعنی هول داده شده و از اونجا انداخته میشه، اونجا هول داده میشه، بالاجبار برده میشه. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعیها، هر کسی اراده آخرت بکند و برای آخرت هم سعی بکند. سعی آخرت چیه؟ دستورات خدا را بجا بیاورد، از منهیات خدا پرهیز کند. و هو الاتیان بما امروا والانتهاء عما نهوا، آنچه که امر شده انجام بده، از آنچه که باز داشت شده باز بیاید. و هو مؤمن، شرط ایمان مهم است. فاولئک کان سعیهم مشکورا، این افراد سعیشان قدردانی میشه، مقبول میشه. کلا نمد، به هر یک ما میرسانیم، به هر یک رسیدگی میکنیم. هؤلاء و هؤلاء، هؤلاء اینها یعنی طالبان دنیا یا مقبولین، طالبان آخرت، و هؤلاء و اینها طالبان دنیا، یعنی هم به طالبان آخرت و دین ما میدهیم، رسیدگی میکنیم در دنیا البته، و هم به طالبان دنیا، اونی که فقط دنیا میخواد هم خدا بهش نان میده، اونی که فقط آخرت میخواد هم خدا بهش نان میده. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطای ربت ممنوع نیست، جلوگیری نمیشه از عطای رب. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، این ترغیب هست به سوی آخرت. ببین ما چطور فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. منظور اینه که آخرت بر دنیا، یکی این هست، یکی این که نه، انسانها را بر بعضی، بعضهم علی بعض، یعنی زندگی آخرت را بر زندگی دنیا فضیلت داده، یا اینکه انسانها را بعضی بر بعضی. فی الرزق والجاه فی الدنیا بلا قید ایمان، قید ایمان اینجا شرط نیست،
چه از نظر رزق، چه از نظر ارز کنم پست، مقام. انسان ها با هم چی هستند؟ متفاوتند. وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. آخرت از نظر درجات بزرگتر است و فضلش بهتر است. پس از خدا آخرت بخواهید. لا تجعل مع الله الها آخر. ای شنونده، ای مخاطب، قرار نده با خدا معبود دیگه. این مدعا هست، بیان توحید حاصل بحث های گذشته هست. فتقعد مذموما مخذولا. در این صورت می نشینی مذموما، مذمت شده، مورد ملامت شده، مخذولا یعنی رسوا، لا ناصر لك. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل